در کجا برای مسلمان گفته شده که برو بچه بازی کو، زنک بازی کو، کوب جنگی کو، سگ بازی کو، مرغ بازی کو، کفتر بازی کو، صدها فحشا و منکرات انجام بده، در مجالس رقص و پایکوبی اشتراک بگو، اما در مسئله یادگیری قرآن کریم میشه برش میگی قرآن کریم چرا یاد نداری؟ میگه ولی من خو قاری نیستم، من خو ملا نیستم. او مسلمان، این قرآن کریم برای ملا و قاری است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید ما این قرآن کریم بر تمام عالمیان نازل کردیم. این قرآن کریم مختص بر ملا و قاری نیست. هر مسلمان کلمه گوی لا اله الا الله برش واجب است که قرآن کریم یاد داشته باشد، بخواند، در خانه خودش ختم بکند، خودش تلاوت بکند. نه ای که مردم بیاید چند تا قرآن فروش و چند تا ملای دین فروش بیاید در خانهش ختم بکند. این ختم‌ها را از کجا کشیدن؟ تو خودت چقدر مسئولیت داری در قبال دین خود، در قبال اسلام؟ آیا تو مسلمان نیستی؟ در مجالس رقص و پایکوبی خوب اشتراک بکنی، خوب برنامه ریزی بکنی، اما درباره قرآن کریم فکر و اندیشه نداشته باشی، درباره قرآن کریم اصلا فکر نکنی. باز ملاهای دین فروش، ملاهای قرآن فروش هم خوش هستند که مردم دم جهل بانه برند خانهشان قرآن کریم بخونه. با الله قسم است عذاب الله داوت خانه میایه که خودش قرآن یاد نداشته باشه، در خانهش دیگه مسلمان‌ها، دیگه ملاها و قاری‌ها بیای قرآن بخونه. چرا خود این مسلمان کلمه میخونه قرآن یاد نمیگیره؟ چرا فرزندش قرآن کریم ختم نمیکنه در خانه؟ آیا ما مسئولیت نداریم در قبال قرآن کریم؟ آیا ما و تو مسلمان نیستیم که قرآن کریم در خانه ما بخونیم؟ یا نه ما یک دفعه هفته یک دفعه یک شخص دیگه بیاید در خانه تو قرآن بخونه، پول بده، نان بده، برو بخیر. پس بنان تو چگونه مسلمان هستی؟ تو مسلمانی هستی که فقط بری در مجالس رقص و پایکوبی خوب اشتراک بکنی، خوب برنامه ریزی بکنی، اما درباره قرآن کریم فکر و اندیشه نداشته باشی. قرآن کریم کتاب ملا و قاری و شیخ نیست. قرآن کریم کتاب الله متعال است برای تمام مسلمانان.